یاسر فکر کنم قبلا هم یه بار بهت گفتم من واقعا از طرفداراتم. اینم شانس ماه. هنوز برنامه‌ای برای آلبوم نداری؟ ان شاءالله خرداد. الان اسفندی ما. برا من هنوز مرداده. هرچی شما بگی. چرا اسم ترک باغ بود ولی موزیک ویدیوش تو جنگل بود؟ خب بابا بزرگی بود. یه سوال دیگه ای هم که دارم اینه که چرا یا نمیری پشت ما یا اگه میری دیگه ول نمی‌کنی یا 20 دقیقه می‌خونی؟ من یکی پر می‌کنم که 3 سال حال کنی. یعنی کار بعدی رفت تا 3 سال دیگه؟ کار خوب زمان میبره. دقیقاً منم همینو میگم. تو چی میگی؟ گلابی پشمالو. داداش تو هنر منو نمیتونی مسخره بکنی، هی به یکم تیکه میندازی. تو اصلا هنر نداری بتونی مسخره کنی. چی؟ ببین شما دو تا از سخت‌ترین مهمونای مایی. یکیتون انقدر بی‌نقصه که نمیشه مسخرهش کرد، یکیتون انقدر مسخره سرشبگی طنز ماجرا کم میشه. ببین منم 20 سال دارم فعالیت میکنم، اوجی حساب میشم دیگه. نگویم گیر بیام. یه زمانی اصلا اسم ساس مانکن همه جا بود. اون مانکن که مرد، الان ماشاءالله سوار اله کلنگ بشی حکم منجلیقو داره. ای بابا ببین الان دیگه نسبت به مانکن انقدر اضافه وزن داری که سایت 200 کیلوه. بلف میزنم رو لهشیا. میدونی تو 200 تومن به من بدهکاری. چرا؟ داشتم شام میخوردم آهنگت ریلیز شد، گوش دادم تو 15 ثانیه اول همشو بالا آوردم. به نشانه اعتراض من دیگه حرف نمیزنم. کار خوبی میکنی. یاسر چرا تو آهنگت مشتی فوش نمیدی؟ اتفاقا جدیدا یکم بی‌پروایی کردم، چند تا کلمه سخیف گفتم. نه ببین آهنگو مثلا اینجوری شروع کن، این یکی کیری خشنه یا یاس. کسخلی؟ یه جا گفتی تو نور بسوزیم یا با تاریکی بسازیم. این فلسفه‌اش خیلی عمیقه. نه معنیش مشخصه دیگه، یعنی برای خونه شما هم میره. آره یکی تو همین مایا. توی قهرمانی. چطور؟ ما رو با ترک در دست کسشهر ساسی نجات دادی. یاس الگوه نه قهرمان. آره همون. به هر حال ممنونیم از امثال یاس و سورنا و بقیه که ادبیات زنده نگه داشتن. من چی پس؟ بیا سرشو بخ